سلام و درود دوستان گلم به یک چالش فوتبالی خیلی خوش اومدید. بزن بریم. چه بازیکنی به لقب سلطان مشهور است؟ کدام بازیکن توانست در 1 دقیقه 3 گل بزند؟ کدام کشور برگزار کننده جام جهانی فوتبال در سال 2026 است؟ چه تیمی با بیشترین تعداد قهرمانی در یک فصل لیگ ملت‌های اروپا شناخته شد؟ کدام تیم به نام تیم شیاطین سرخ شناخته می شود؟ کدام تیم فوتبال در مسابقات بین المللی ناپدید شد؟ کدام تیم فوتبال در تاریخ با بیشترین امتیاز لیگ انگلیس فصلی را به دست آورده است؟ کدام کشور در تاریخ بیشترین بار جام جهانی را به دست آورده است؟ چه بازیکنی به لقب راکت معروف است؟ کدام بازیکن به لقب زیزو معروف است؟ چه تیمی در لیگ قهرمان شناخته می شود؟ کدام تیم اولین بار در فصل 2020 تا 2021 لیگ قهرمان شد؟ کدام کشور اولین میزبان جام جهانی فوتبال بود؟ چه بازیکنی به لقب کالچوپولی مشهور است؟ کدام تیم اولین بار در تاریخ لیگ برتر اسپانیا قهرمان شد؟ چه بازیکنی بیشترین تعداد گل در یک فصل لیگ انگلیس زده است؟ کدام تیم اولین بار در تاریخ لیگ بوندسلیگا قهرمان شد؟ چه بازیکنی به لقب آلفا نومنو مشهور است؟ کدام تیم در تاریخ لیگ فرانسه بیشترین تعداد قهرمانی را به دست آورده است؟ کدام تیم در تاریخ لیگ سری آ ایتالیا بیشترین تعداد برنده را دارد؟ چه بازیکنی به لقب فنتزی مشهور است؟ کدام تیم در تاریخ لیگ هلند بیشترین تعداد قهرمانی را به دست آورده است؟ چه بازیکنی به لقب پویان نما معروف است؟ کدام تیم در تاریخ لیگ روسیه بیشترین قهرمانی را داشته است؟
چه کشوری اولین بار جام آسیا را برگزار کرد؟ کدام بازیکن به لقب گلچین مشهور است؟ کدام تیم در تاریخ لیگ بلژیک بیشترین تعداد برنده را دارد؟ چه بازیکنی به لقب میترودنها معروف است؟ کدام تیم در تاریخ لیگ پرتغال بیشترین قهرمانی را داشته است؟ کدام بازیکن به لقب پرنس پارک مشهور است؟